در اصل جناب علی مومنی رحمان کردست یا یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شما برآمدین میدان، برآمدین روتون نگردونین. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که مقابله کردین برآمدین میدان بدر کردین، آستین دست آستین بلند کردین در مقابل اون کافرا، فلا تولوهم الادبار، شما پشتون نگردونین. بله، برای چی که در سوره بقره هسته مثلا آیت والله علم 251 میگه الفتنه اشد من القتل، فتنه کردن بدتر از قتل میگه. برای چی که فتنه را که انداختیم برادری، لیکن کوشش کنیم برادرایی که در همین جمعه بروین، شما میتین کردنین چیکاری کردنی نیستین. من مقصد که گفتنیم که اگر که همین کار کردنیه اول تین انشاءالله دستان یکم کار نمیاد. برای چی که حکومت جمهوری تاجیکستان خوب خودش گرفتگی های، اگر تو وقت دستاف که تو وقتش که نیویا تا او وقت گفتو گپا که وقتی معینش دست یکم تا یکم چی نمیاد لطفا. برای چی که حکومت تاجیکستان کنکریت نقشه گرفتگی های. تاجیکستان کی رولوات کرده ایشده است؟ رولوات اولش که انشالله خداوند میکنه، لیکن رولوات که حاضر آدمیزاد تخت شما گفته استین در دسته آدمیزاد در اصل جناب علی مومنی رحمان کرده است یا انا دیده که پروتیوی همون نظام رحمانوف گپ زده ایشده کی ما همون در عدل وحدت، اون عدل در زیر نظام در تای دستی همون حکومت رحمانوف میفهمی یا که وحدت یا دولت الهیده؟ نه، وحدت همش در همون تاجیکستان های برادر، همش در یک جای. اما تاجیکستان نظامش الان نظام استبدادی های، نظام دیکتاتوری های. این همی ریشه گرفتن، سطر گرفتن در نظام رحمانوف های. اون کسی که چرخش رول حکومت در دست شای انمو جناب عالی تای. بله، لیکن شما یه چیز دیگه ایده که حسین اشور صبر کن تو این همی ارالش بود کردی. ما نه طرف شما نه طرف امام، نه پروتیف شما گپ میزنم نه پروتیف او گپ میزنم. ما نه که ایدست شما هیچی نمیایا، ما را ریش بردن در همونجا تراشیدن، ما را اون اول خیل کردن، همه گپا نمیده ارالش بود، نمیدونه که چی گفته است. ایشه دا اوش میزنه، ایشه دا ایزه رفته است. نمی زبان استخوان نداره، می گفته رفته است. یک تنظیم درو گپا دا گفت ده جوش بیا یک توچکه بمون، از دیگه جو شروع کن. ریشی ترا گرفتن چیندن، ریشی ترا تراشیدن. کی همین کارا کرد؟ کدام حکومت؟ همون کسایی که در همون عدل ریشی ترا تراشیدن اونا پچینون کدام حکومتن و اون حکومت کی اداره میکنه؟ امیره میدونی؟ کی میکنه؟ جناب عالی. بله. آخه در ریش سیاه مبارک صدقه اینقدر با زبان خوش میگوی که جناب عالی، همون جناب عالی پچینون کسایی که در دستش بودن ریشی ترا تراشیدگیان. آخه همه آدم شما نخیال میکنن که همه ما خیال میکنن که همه کاری همه ده چی کاری کشیده است در تاجیکستان. هوای خودش تا قرق نگورایان، هوای میگن خطی اویله است. کی نگوره؟ کی نگوره؟ خیلی نه، شما گرفتن یکم زور میکنید شنبه را تاجیکستان ها تو 10-15 سال دیگه که خلق کمبغل برادر، خلق کمبغل فکر خلق کمبغل کنه، این ما شما رو تیسا فتنه ناندازنده فتنه بعد قتل. انا که فهمیده که الفتنه اشد من القتل. بله اکن فهمیده که هدف از اون گفتگی چی بود؟ تو میدونه که الفتنه اشد من القتل این چی معنا داره؟ تو اسلامی خوندگی؟ بله. چی معنا داره الفتنه اشد من القتل؟ فتنه برداشتن بدتر ایوه که قتل کردن. الان من میگم که ای مردم حکومت دارو، شما دست ناپاکتون در دامن یک زن مسلمان دراز نکنه. این کجای فتنه است؟ این فتنه است؟ نه. میگم که ای پلیس، ای کسی که دوبینکه در دست داری، ای کسی که در دست پیستالت او دستورین داری، دست نجس در ریش یک برادر مسلمان دراز نکن. آیا این فتنه است؟ فتنه است. من میگم که ای کسی که حکومت در دست تای، ای کسی که امروز زمام دولت در دست تای، عدالت جاری کنین، حق مظلوم دفاع بکنین.
شما بر علیه مظلوم دل نکشوین، بیگناه زندان نکنین. آیا این فتنه است؟ تو از کدوم فتنه؟ انشالله محمد که ما گفتیم گپا که نه برای همین برادر من همون میگم تو خودت من نمیدونم که اصلا تو از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند، دیوانه ها آواز بی آهنگ میخوانند. گاه قناری ها اگر در باغ هم باشند مانند مرغان قفس دلتنگ میخوانند. فهمیدی برادر؟ من برای همین میگم که من نمیدونم که آخری خودت نه از طرف مخت گفتی و نه از طرف حکومت، نه گفتی پروتیف شما گپ میزنم و نه پروتیف اونو. با آمدی گفتی که نه که ما باوری دارم که ایدست شما یگان چیز نمیویه، یک نیش ده اجازه دی. با گفتی که این همین ریشی مرا در عدل وحدت روشیدگیان. باز دیگه همون کسی که جناب عالی برای او را بگم که اینقدر به زبان خوب جناب عالیش گفتی، ما او را سگش میگم، ما او را وطن فروشش میگم، ما او را دشمنی مردمی تاجیک میگم، ما او را دشمنی دین اسلام میگم، ما او را دشمنی تمام شهروندای جمهوری تاجیکستانش میگم و خودت او را جناب عالی میگوی. همون انسانی که به این قدر لفظ شیرین جناب عالی گفتی، همون زیر دستاش عدل وحدت دان الان چند تا جوان دیگر ریشی اونو را تراشیدگی های، چند سطر خواهر مسلمان از سرش برداشتگی های و او کسی که اینا را اداره میکنه امام علی رحمان فای و او انسان برای تو جناب عالی. برای همین خاطر ما گفتم که از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند. دیوانه ها آواز به آهنگ میخوانند. گاه قناری ها اگر در باغ هم که باشند در آزادی مانند مرغان قفس دلتنگ میخوانند. خودت برادر عزیز من نفهمیدم که اینجا آمدی ما نه پروتیف شما نه پروتیف اونو، نه طرفدار شما نه طرفدار اونو. در همین چیز من حیران شدم. ده از همین خاطر من گفتم که ما مثل که اگر ما بگیم ما جنگ میکنیم اونا میگن که نه برادر ما جنگ نمیخواهیم، ما صلح میخواهیم. ما بگیم که اگر ما صلح میخواهیم دستمون دادیم برای صلح، نه ما جنگ میخواهیم. بعضا وقتا میگه که پرنده را میبینه که در شاخ درخت شیشتگی همه قدر مینوازه که مثل که در درون قفس ناله کنه. خودت هم برادر همون کارا کرده ایستاده. برای همین خاطر طرفدار حقی، طرفداری من نباش. بله اکا، طرفداری بله ما طرفدار حقی، طرفداری هیچ حرکت سیاسی نباش. همچون یک مسلمان مسئولیت همچون یک مسلمان. بله بله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. میدونی چی معنی دارن همین آیاتو؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها. این آیات را میدونه که درباره گروه 24 آمادگی نیست. برای ظالمون بره آمادگی نیست. این قرآن برای تمام مردم مسلمان نازل شدگی است. اگر خودت یک مسلمان هستی، اگر خودت ادعا داری که من یک مسلمان هستم، این آیات اشاره به شما هم کرده است. نه اینکه فقط به گروه 24، نه اینکه به یک برادری که اون خلاصه دین آموخته است یا که اون آدم بگیم که او را ظلمش کردگیان. ای کسانی که ایمان آوردید چرا نمی جنگید؟ و ما لکم لا تقاتلون. شما را میگه چی بلا زدگی ای؟ شما چیکار کردگیان که نمیخیزن در مقابل اون کسایی که مسلمان ها زیر دست اونها مظلوم قرار گرفتن؟ چرا شما نمیخیزن بجنگین؟ حالی که کجا با یک گپ زدن. الان میگه که ما باوری دارم که دست شما هیچی نمیایه و اتوماتیکی نیش در چشمای ما زده شده. و خودت یک برادر مؤمن مسلمان ما میگوی که من خواندگی ام. اکه حسین شروع برادر شما آرام باشین، آرام صحبت کنین. از من زبان شعله در متن سخن دارم. از ما گپ بگیری اگر بگوی که ما یک 4 تا سخن بگم از دهن من علو میبره علو. ما پرس از من زبان شعله در متن سخن دارم. ز جور نامرادی ها شکایت رو نه من دارم، تو هم داری. مهاجری؟ بله. هجران عذاب نیست؟ دوری از وطن، دوری از پدر، از مادر. خودت
خودت در یک حالتی هستی که خودت مهاجر در عذاب قرار گیری، در خودت در عذابی. شرط نیست که بالای تو قمچیل بزنن، دره بزنن. اما وقتی که این خیلی بگیم که اشاره و میمیکا میکنه که من باوری دارم که ایدست شما یگان چی نمیایه و آخی من بگم که اگر تو در لس آنجلس یگان میلیونر باشی که خیلی دوجا در رفاه زندگی کرده ایستاده باشی، زندگی من الان از زندگی خودت بهتر شاید باشه. اما بازم با وجود همین از دنیا چشم پوشیدگیم. در این منبرها میشینیم، مردم دعوت میکنیم که ای مردم ما مسلمانیم، حداقل ریش سطر این یک طرف باشن که اینو فرض و قرض و واجب است که از این چیز دفاع کنیم. حداقل ما از بیکاری طلب بکنیم که برای ما جای کاری بسازین، برقی ما را بر بگردونین، روشنی را گرمی را به مردم بر بگردونین. این چیزا است که کمبودی هایی که در وطن ابرزوانی را سطحش بالا ببرین، مدیسین رشوت از بین ببرین. هزار یک مشکلات داریم برادر. پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. ره مگردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. برادر من اگر بگم که تو مهاجری، بله من مهاجرم. به درجه پرابلم ها داره که در همین هجرت. یکم پرابلمت هجران، دوری از وطن. خرزای بانکو. بله. برای همین میگم که پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم. اگر ما بگم که اکا کو یگان پرابلم هست در مهاجرت، یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا، همون میگویی که میگم اکا بس دیگه حاجت نیست که من ترا در سخنام جادو کنم که ترا بگم که تو یکم ترا عقلت بیدار شوه. تو اتوماتیکی باید این راه تو بگیری. اتوماتیکی مادامی که تو در مشکلاتی، من والله قسم یگان مشکلات نداشتم. بغیر از اینکه 3 سال آمدم مهاجرت، در 3 سال که مهاجرت آمدم حاجی عمر شنیدم که دعوت داره، در داخل زیل دور آمدم، شروع کردم دعوت به نام سکای فورس و بالاخره مسئولیت خدمت در همونجا همچون یک انسان اراتری فعال انجام دادم. بازم به این قناعت نکردم. از خانه تهدیدها و فشارها شروع شد. من گفتم به نام خدایی که جان ما در دست او است، من هیچگاه از این راه نمیگردم. تا زمانی که سرم از تنم جدا نشوه من از این راه نمیگردم. و امروز در اروپا آمدم، در بهترین جای دنیا زندگی دارم، بازم از این راه نگشتم. صدها کسایی که وارد اروپا شدن در اون طرف در زیلو گپ میزدن، مبارز بودن، آمدن در اروپا. زندگی خوب اروپا اینها را از این راه گشت. ماشین دارن، ماشینای مدلای بلند، زن و کودکاشون آوردگیان، خانه دارن، کار میکنن، 2000-2500 یورو آیلگ میگیرن. نیکی گرده نمیکنن که آشکار ببراین گپ زنن. برای این راه دوام دادن نه قدر گرده در کاره. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شما برآمدین میدان، برآمدین روتون نگردونین. میگه ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که مقابله کردین، برآمدین میدان، بدر کردین، آستین دست آستین بلند کردین در مقابل اون کافرا، فلا تولوهم الادبار، شما پشتون نگردونین. نه زندگی خوبی دنیا شما را مجبور کنه که شما مشغول دنیا شین. برای همین خاطر برادر، بله، اون مشکلاتی که تو داری حاجت نیست که من اینقدر آیات بخونم، حدیث بخونم، فوکس کنم در گپام، جادو کنم، این خیال کنم که ترا کار کنم گوی که همین بچه راست میگه. پیش ساز تو من اصلی دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. باز پرابلم ها را تو سر کنی، بگوی که من رنگ تو گفته نمیتونم. رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست. این خیلی نگو که ایدست شما هیچی نمیآید. رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. تو صبر کن، من یه مثال برای تو بیارم، بعد میگوی که همین مردک راست میگه. من مسئولیت خودم انجام داده ایستم. من فردا پیش پروردگار در اروپا باشم، در امریکا باشم، در هر کجای باشم، حداقل خداوند میگه که ای بنده، من برای تو قوتی توانایی سخنرانی را داده بودم، چرا نبرمدی گپ زنی؟
در آزادی بدی، یک نعمت بزرگ برای تو داده بدم. در امنیت بدی، شرط نبود که تو برای در پیش سامانه گپ زنی. برای تو اینترنت مهیا بود، کامپیوتر مهیا بود، استودیو مهیا بود. هر کمبودی که داشتی برادرها در گرد اطرافت با تو کمک کردن، تمام استودیو تا ساختی. چرا دوام ندادی دعوت اسلام؟ چرا مردم بیدار نکردی؟ من فردا پیش پروردگار چی بگم؟ چی بگم؟ چی از جای من کی جواب میتیه؟ پدرم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. اون روز پدر از ما بگریزه، برادر از ما بگریزه، زن از ما بگریزه، کودکان بگریزن، ما تک تنها لیچ برهنه بمانم. اون روز معلوم میشه که کسانی که این راه ها را استوار ماندن، راهاشون محتاب بر این روشنن، میدرخشن. اونها در پیش در اون محشر معلومن. وجوه یومئذ مسفره، راهاشون محتاب بر این زرد هستن، همین خیلی روشنی میکنن که اینا کی هستن. و بعضی راه ها بالاشون روحاشون غبارای. برای همین خاطر برادر عزیز من گفتم که اگر که من صحبت کنم، من پرس از من زبان شعله در متن سخن دارم، من گپ زنم علاوه میبره، فقط علاوه گرمیش در میرسه. بله حقیقت همه وقت خط انسان شروع دوستم خداوند نگهدار کن باشه. نه خیلی موعظه خوب کنه، نه خیلی موعظه خوب کنه. نه انشالله چندین کسا میفهمه امر معروف و آیات خوب آوردن انشالله. این صحبت خوبتر شد. خدا ما هر روز در همین منبر اشتگی موعظه خوب کرده ایستادیم انشالله که برادران. بله خداوند منبرتون که خداوند هدایت کنه هر یک بنده رو. انا فهمیدی که مسئولیت داری. بله خداوند همه خیر کنه که عزت همون ببینن در آزادی. خداوند نگهدار کن باشه. ناامید نشه برادر عزیز. انشالله میبینیم برای که حقیقت حقه. من نمیخواهم که یک آدم، من نمیخواهم که به نام پروردگار اگر سر قدرت بیاییم، اگر یک نفر در ریش مبارک تو اگر انگوش ناپاک شد به نیتی یک تار موی ریش تر کندن اگر دراز کنه که از همین حکومتی که همون وقته اگر یک ارمی را و این چست میگم باتالیون حرکت جوره برای یک آدمی که در ریش یک برادر دست ناپاک شد دراز میکنه. آزاد باید بیستن، آزاد ریش میمانی، آزاد میتراشی، آزاد حجاب میپوشی، حمایتت کنه باید کشور، هر لباسی که میپوشی آزاد باشی. اما دعوتگرا دعوت کنن که این لباس اخلاقیات های. بله چرا پروردگار شراب حرام کرد؟ مست میکنه آدم از اخلاقیات دور میکنه. بله میغلطی در رنگ یک حیوان میشه، همین از اخلاق. اون چیزی که دین اسلام دعوت میکنه اون کاملا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به تمام کمالش آمادگی دین، اخلاقیات همش. و انک لعلی خلق عظیم نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و انک لعلی خلق عظیم. پروردگار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول خدا تو در یک اخلاق خیلی بزرگ داری، کمال اخلاقیت بود، امانت داری، شجاعت. تو نمیدونم دیگر که چی چیزی که در اخلاقیات خوب میدرویه در اون انسان دیده میشد. اسلام کاملا در جسم، در مجسم، در پیغمبر خدا دیده میشد. از همین خاطر برادر عزیز من انشالله که امیدوار هستم که ناامید نباش از این چیز که شما ما همیشه نیتی نیک میکنیم. یک انسان زمانی که تجارت شروع میکنه او در این فکر نیست که من بالاخره بانکرات میشم. اگر کوی بدونه که من بانکرات میشم هیچ وقت این بیزنس شروع نمیکنه. اما رفته و در بین بیزنس بالاخره موفق نمیشه و بالاخره بانکرات میشه. اما یک انسان دیگه او هم به همین نیت میبره. همیشه انسان به طرف نیکی پلاژیتل فکر میکنه. شما تاجیکستان اگر بگیرین خوب میکنین، والله قسم به اندازه خوبش کنیم که اینمی مردم تقیاشونه که در آسمون هم تا ای خرسندی را پرتویه. یکم چیز برای مردم آزادی میتید.
اینمی چیز برای مردم آزادی ندارند. دوم چیز قانون برای تمامی مردم، بای کمبغل، منصبدار و غریب و همه قانون یک باشه. نه اینکه آدمی فرزندی وزیر بزنه یا زنک در راه زرگوش و پره یک کس راقش نکنه، اما یک غریب بے گناه بیاد در جای یک کس دیگه برای بشینه. ما خیلی قانون برای همه یک باشه، عدالت باشه. همون چیزی که پیامبران در بالای این تمرکز کردن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مردم از طاغوت پرستی، از تملق کاری، از چاپلوس کاری دست بکشن. پیغمبران آمدنشون به خاطر برپا کردن عدالت بود. لیقوم الناس بالقسط. هدف این بود که عدالت برپا شود. تاجیکستان چه خیلی بهتر می شود. یکم آزادی برای مردم داده شود، آزادی مردم برگردانده شود، قانون برای تمام شهروندان یک باشه. این دیگر مردم بگذار، الان مردم در حالت خودش زندگی خودشون پیش برده ایستادن. قانون وقتی که برای همه عدالت برپا شود دزدی نمیشه برادر. فرزندی وزیر دزدی کرد بیارش اینجا، در تلویزیون پدرش هم بیار، بچهش هم بیار، در تلویزیون در پیش مردم اول میبرویه، معذرت میپرسه، سری تعظیم میمونه به پیش خلق، بعدا میگم که مطابق قانون باید جزا تا بگیری. این خیلی حکومت میخواهیم که حکومت مردم باشه. اگر رفته و که یکی از وظیفه دارای حکومت جنایت کرد، کسی او را به جوابگری نکشید، مردم بخیزن که همون رئیس جمهوری همون وقت را از بین ببرن که تو چی نمود به یک مسئولیت داری. مردم شجاع شوند برادر. هدف اینه ایه. انشالله. این قدیگه بگومت گروه 24 میشه. استغفرالله. نه خدا نگهدارتان که حسین شروع. خدا نگهدار. برادرای غریب یکم تا خفه نشه. انشالله که افراد نکنین، دشنام نکنین. نه میگن در حق بزرگای خدا در حق دشمناشون دعا میکردن که حسین شروع بخشش در حق دشمناشون دعا میکردن که خداوند دشمناشون را هدایت کنه و دوستشون شود. برای در حق همه دعاگو باشه، در حق کدومی که باشه نباشه. خداوند نگهدارتان. باقی السلام علیکم و رحمت الله. فراموش نکن زنده باشی، فراموش نکن این یک صحبت بوده گذشته. ایره فکر نکن که افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. تو میدونی که معناشه؟ آیا گمان کردید که در این دنیا شما خلق شدید و شما بازگشت شما به طرف پروردگار نیست؟ فراموش نکنید فردا پیش پروردگار همه ما رفتنی هستیم اگر ما به پروردگار ایمان داشته باشیم. به روز قیامت ایمان داشته باشیم. در اون روز از ما ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. در اون روز از نعمت ها پرسیده میشیم. زبان برای تو نعمت داده شده است به پول. چشم یک نعمت الهی هست؟ بله. به پول. گوشت نعمت الهی هست؟ به پول. بله. از این نعمت پرسیده میشه که این را در حق گفتن استفاده بردی؟ ما طرف این اسم، طرف اون اسم، ما طرف حقم. در جای همو حق باید بجویی، حق بپالی. حق خودش نمیآید، طرف حق میرای میکوی، ایجا میرای اوجا میرای، میبینی نه ایجا میرای نه، بالاخره ما طرف حقم. ما هم طرف حقیم. رحمانوف هم میگه ما طرف حقم. اما انسان باید بجویه بکوه. هر کجایی را که حق پیدا کرد به مثل یک پرنده که شکار خودش هم میقپه که بعد نولش میکنش میخورش، به همون اندازه باید حق باید به پنجهات بقپه که این جای من است و اونجا باید سهم اخته بگذاری. باقی سلامت باشی برادر. خدا نگهدارتان.